وای ببخشید، من باید 2 تا تیوب از شما خون میگرفتم، یادم رفت. نه خانم چه خبره؟ سوراخ هم کردید. نمیخوام، میگه من اینجا موش آزمایشگاهی هستم. خانم حاتمه عزیزم، من که خون که از شما گرفتم، خب همین الان دکتر زنگ زد گفت هموگلوبین بیمارم چک کنید. ببخشید من باید یه خون دیگه از شما بگیرم. دست شما در نکن، انجام بدید. میگم شکم این مریضتون مهدوی 3 روز کار نکرده. الو. سلام، خوب هستین؟ بیمارتون؟ آها، آقای علوی. آقای علوی یه مقدار فشارشون رفته بود بالا دیگه. ما لیزیکس و کپتو بهش دادیم، کانسالت کاردیوش هم کردیم، ایکیجی و اینا هم گرفتیم. کاردیو دیدش اوکی بود، نرمال بود دیگه ما هیچی اوتافتش کردیم، دیسی فولی دیسی همووکش کردیم. بله آره، الان یه 2 ساعتی میشه مرخصش کردیم. فالوآپ هم یه هفته بعد بهشون دادیم که بیان مطب. زنده باشین.